میخواهم در باقی جوانیم مثل حرف قاف زندگی کنم. میدانستی که هیچ کلمه تلخی با قاف شروع نمی شود؟ ای کاش به غین طلبکار هم میفهماند که دنیا منتظر غم و غصه نمیماند. قاف قدرتی است که در بازوی یک قهرمان گیر کرده، یا قری که در کمر یک رقصنده افتاده است. قاف قند است که در دل عشاق ذوق زده آب می شود، یا همان قر و قنبیلی است که معشوق در لحظه دیدار رو کرده است. زیباترین نقشش اما قلم است. قلم شوخ مرادی کرمانی، قلم راسخ تولستوی، ژول ورن، یا قلم امثال محمد رسولوف که به دلپذیری یک قهوه تلخ است، یا عاشقانه های سیمین که دل جلال برایش قلقلک می شود. و من که در فقدان پول با قوه تخیل قلم به هر کجای دنیا که بخواهم میروم. قاف قهقه های شهر قصه است. قاف قطاب یزد و قماق رشت و قرابیه زنجان است. قهر هم که نمک است که به روی زندگی میپاشند تا شکرک های در و دیوارش را آب کند. خدا را چه دیدی؟ شاید یک روز تمام عشقهای گم شده در قله قاف پیدا شود.